سلام دوستان، به کانال شیوا آکادمی خوش آمدید. من شیوا هستم و با درس چهارم زبان آلمانی در خدمتتان. به ادامه دو درس قبلی که 10 تا حروف ترکیبی را با تلفظ آنها در کلمات با هم بررسی کردیم، در این ویدیو قرار است تلفظ این 5 تا حروف ترکیبی را در کلمات و جملات با هم بررسی کنیم. ترکیبی S و P، ترکیبی S و T، ترکیبی P و F، ترکیبی P و H و ترکیبی C و K. Also, los geht's. خب دوستان گرامی، قبل از اینکه درس جدید شروع کنیم یادآوری میکنم که 10 تا حروف ترکیبی را قبلا در 2 درس گذشته خواندیم و اگر شما 2 درس قبلی را ندیدین پیشنهاد میکنم که او 2 درس مهم را تماشا کنید. شماره 11 ترکیبی S و T. ترکیبی S و T صدای شت 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 را تولید میکنه، مثل کلمه شتفت شتفت شتفت، قلم خودکار، و یا هم کلمه شتات شتات شتات، شهر. توجه داشته باشید که در کلمه شتات د قبل از ت تلفظ نمیشه. شتات، شهر. و یا هم کلمه شترس شترس شترس، استرس را میگه. و حالا تلفظ این ترکیب را در 2 تا جمله بررسی میکنیم. Die Stadt ist sehr still. Die Stadt ist sehr still. شهر بسیار آرام است. Ein Student steht auf der Straße. Ein Student steht auf der Straße. یک دانشجو روی سرک یا جاده ایستاده است. شماره 12 ترکیبی S و P. ترکیبی S و P صدای شپ 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 را تولید میکنه، مثل سپورت سپورت سپورت، ورزش. البته توجه داشته باشید که در کلمه سپورت اغ تقریبا تلفظ نمیشه. سپورت. یا هم کلمه شپیلن شپیلن شپیلن، بازی کردن. و یا هم کلمه sprechen sprechen sprechen، صحبت کردن. و حالا تلفظ این ترکیب را در 2 تا جمله بررسی میکنیم. Die Spieler spielen im Sportzentrum. Die Spieler spielen im Sportzentrum. بازیکنان در مرکز ورزشی بازی میکنند. Später sprechen sie über das Spiel. Später sprechen sie über das Spiel. بعداً آنها در مورد بازی صحبت میکنند. ترکیب شماره 13 ترکیبی P و F. ترکیبی P و F صدای را تولید میکنه، مثل کلمه Pferd Pferd Pferd، اسب. و یا هم کلمه Pfirsich Pfirsich Pfirsich، هلو یا آلو را میگیم. و یا هم کلمه Apfel Apfel Apfel، سب. در این قسمت 2 تا تصویر برایتان آماده کردم. به تصاویر نگاه کنید و برای هر تصویر 1 تا جمله برایتان میگویم.
تصویر اول. در این تصویر شما یک دختر خانم را میبینید که یک چادر یا روسری به سر داره. پس میتونم بگویم که Das Mädchen hat ein Kopftuch auf dem Kopf. Das Mädchen hat ein Kopftuch auf dem Kopf. یعنی دختر یک روسری یا چادر به سر داره. و تصویر دوم. در تصویر دوم شما یک پسر جوان را میبینین که یک تا دیگ یا قابلمه بالای سر داره. پس میتونم بگویم که Der Junge hat einen Topf auf dem Kopf. Der Junge hat einen Topf auf dem Kopf. یعنی که پسر یک دیگ یا قابلمه بالای سر دارد. شماره 14 ترکیبی پ و ها. ترکیبی پ ها صدای ف را تولید میکنه. مثل کلمه فیزیک، فیزیک، فیزیک مضمون فیزیک میشه. یا هم کلمه الفابت، الفابت، الفابت الفبا. و یا هم کلمه فانتازی، فانتازی، فانتازی رویا پردازی میشه. و حالا تلفظ این ترکیب را در یک جمله بررسی میکنیم. Der Philosoph studiert die Philosophie. Der Philosoph studiert die Philosophie. Der Philosoph studiert die Philosophie. یعنی فیلسوف به مطالعه فلسفه می پردازد. در این جمله der Philosoph فیلسوف معنا میده، دی فیلوزوفی فلسفه معنا میده و اشتودیرن تحصیل کردن نه بلکه مطالعه کردن معنا میده. Der Philosoph studiert die Philosophie. خب دوستان، رسیدیم به ترکیب شماره 15. ترکیب س و کا. ترکیب س و کا مثل کای معمولی تلفظ میشه و صدای کاف را تولید میکنه. مثل کلمه غک، غک، غک دامن. یا هم کلمه رکزک، رکزک، رکزک کلاپشتی. و یا هم کلمه یکه، یکه، یکه جاکت. و یا هم به این مثال توجه کنین. Der Bäcker backt leckere Brötchen. Der Bäcker backt leckere Brötchen. Der Bäcker backt leckere Brötchen. یعنی که نانوا نانهای خوشمزه پخته میکنه. بسیار تشکر که تا آخر ویدیو با من بودید. برای اینکه با تلفظ، صداها و کاربرد این حروف ترکیبی بهتر و خوبتر آشنا شوید، این ویدیوی کوتاه را چندین بار بشنوید تا بتوانید به صورت روانتر و دقیقتر از آنها استفاده کنید. در اخیر لایک و کامنت یادتان نره و شب و روزتان خوش. تا ویدیوی دیگر، خدایار و نگهدارتان. چوز.